اصلا کی نیستن، همین اهل علمه که مقصد برای مردم پند نصیحت میکنن، باید میگن، حدیث میگن، برای ما میفهمونن، حقارت چون میکنن، حقارت میکنن که این مقصد حلالون یا مقصد همه ها بودن که ای دست همه ها همه وایران شیده است. خب همکلی گفت میزنن، لیکن برادران این گفت اساس نداره. اساس که نداشته باشه این میشه تهمت. این میشه تهمت. از هر گناهی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است موبقات است، هلاکت میکنن، شرمنده میکنن، یکش همینه که بر یک برادر مسلمان بهتان زدن، یعنی تهمت زدن که ای دست همین ها مقصد نه، ای دست اینا نشیده. اولا تو اگر ایمان کامل باشد، هر چیزی که به سر فرزند آدم میآید همه ای به اراده الله مهربان میآید. ولی عیناً همین سخن که ای دست همین ها شده است، یگان مقصد، یگان پهلوش قدی موافقت نمیکنه. اگه من شرط نیست که ای همون دوره را یا ورق بزنم برای شما با بیشتر اثبات کنم، لیکن شما این حق نداریم برادر عزیز، حقارت نکنیم. کسی یک عالم در فتوا، در کتاب فتوا، کسی یک عالم اگر حقارت کنه که زنش را طلاق کنه، دیگه زنش طلاق میشه. اگر همین حقارت یا خودش حقارت کند به خاطر که برادر عزیز، به خاطر که این آدم صاحب علم دارد، این آدم علم دارد. خداوند الذین اوتوا العلم درجات میگه، کسانی که صاحب علم اینها یک درجه و یک مقام دارد. اگرچند ممکن همون آدمی که حقارت میکنه برادر عزیز، دل من یا گمان من میگه که این آدم دشمن دینه، این پشتیبانی مقصد که مسلمان نیست، این شاید هم یک نفری است که همین دین که نفرت داره نمایندای دین حقارت میکنه. برای این حقارتاتون احتیاط کنید. فتوا میگه که اگر با همین شکل شما حقارت کنید زنهاتون طلاق میشه، زیرا این سخن کفره. بسیار اگر دلت نماند، بسیار اگر بعدش دیدی، برادر عزیز گوشش نکن، گوشش نکن، مقصد بگذر دیگر رو، ولی هیچ وقت تری حقارت را به زبان نیار. این خیر نداره برادر، این تهمت بگوید. هیچ وقت ای دستی مولا یگان جا کلیت و ویرون شدگی نیست بودن. شکر کردن در کار که با منم، ولی منم طرفدار رسیم همون مولایی که اگر برادر عزیز با علمش بر علیه دین اگر مبارزه برد، منم طرفدار نیستم. لیکن وقتی میبینی یک اهل علمی که حقیقتا کوشش میکنه برای بهبود دینش، برای هدایت مردم بسیار دو میکنه و خستگی میکنه و محنت میکنه، این از روی انصاف نیست برادرها که ما در نسبت او یگان گمانهای بد کنیم. برعکس همیشه مقصد او یک سخن میگه حضرت امام ابو حنیفه را همتری رنگ همین ولی یک آدم ابلهی دیگه در آن زمان بوده. بعد ابو حنیفه را پرسیده است که ابو حنیفه همین آب حاجتخانه شوره یا تلخ؟ بعد ابو حنیفه گفته است که شور است. بعد خندیده گفته است که حضرت چشیدگیشی؟ میگه ابو حنیفه میگه یگان گپ نزدو، یاراشم اطرافشم هیچ نگفت. میگه فردا میگه خبر مرگش آمدی کشتم گزیدش. یعنی برادرای عزیز یک کار است که این سخنها با پسویان دارد و این گپ‌ها بسیار ممکن است که با غضب خدا هم شود. وقتی یک عالمی که میبینی حرکت دارد، محنت دارد، اینها را پیامبر وارثای خودش خوانده است. دست یا وارثای من، یعنی اینها کاری من را پیش بردیستند. تمام 5 دقیقه هم پخش.
اینترنت ببینی اینترنت ببینی ببرید اینترنت ببینی که مثال حاضر ساعتی 6:12 صبح میدم مقصد مثال 6:12 صبح میدم اون خب انا تو باید که مقصد در ساعتی 6:30 باید از خانه بیرون شد لیکن نماز مثال مردم ممکن در ساعت 7 بخوانند تا 6:12 که اولی وقت نماز بخوانش همون وقتی نمازه یعنی وقتی نماز درم اگر آنها را ببینید شما ببینید اگر ببینید که حاضر مثال مکتب شما در ساعت 1 اگر درس شود اگر اولی وقت پیشینه ساعت 12:40 اگر بگرد و همین وقتی اینجا نگاه کنید همین چیزا هم آسان شده همین چیزا رو برای ما شما سو یک بار دیدم چی خوب کرده بیان در همین هم مهنت و خراجات بسیار سخت میشه اگر ببینید که همون باشد اجازه در اون اولی وقت خونش درسته مسئله زخص جدا کردن نه اگر بس شرطه که زخص شما جدا کردین در زخص هم که کلمه باشد که مثلا اون جمله باشد که انا می نویسم که در همون خطی یعنی شما با همین آدم دیگر یعنی خواهشی زندگی ندارید ولی میگوی ندارم همین امضایی که در همون میکنید در همین جمله همین خیلیش یک طلاق باینه یعنی یک طلاق باین میشه طلاق باین ای طلاقی مقصد سریعی طلاق داریم اما او طلاق باین داریم سریعیش اگر کلمه طلاق بگوییم سازنه که بگوییم طلاق کردم اینجا یک طلاق میشود اینجا نکاح ضرورت ندارد و همین یک آغوش گرفتن یا سلام کردن با نکاح برقرار میشود فقط سه طلاقی که در دست مردک بود یک شانسش رفت خدای نکرده اگر یکم باریده تو طلاق کنی با یک تا با پیروز می شود برای همین این حاضر یک تایی که زخص تا جدا میکنید طلاق باین میکنن انا حالا یک حسابی شانس درد ولی در این نکاح میکنید هم زنه که با مهر دادن در کار یک بگیم $100 یا $150 با درستش میتید برای مهر شد بعد ایلام شاهید باری نکاح میکنید نه اگر با شرطی که اون خونی همون مثال با این گوشتوی خورده اگر عرارش نشود اگر با نزدیک بدنش این گوشت حلال نمیشه اکو حاولی چیه؟ با حاولشی چی نمیشه بعد اگر با شرطی که با یک پرچه میده کنه با یک توار میده کنه انایش ندرسته انایش ندرسته لیکن نزدیک بدن شونده مقصد او حرام نمیشه و حاجی از سوال دیگر دارم همین پیرواد قرآن خوندگی بودم پیرواد کلی و نویسته که مرده که مثال زن میگیره دو زن میگیره سه خداوند خدا که شرونه اون یک زن بین یکم زن دیم سیما یک نگاه کن نمیتونه شما مثال که همین مرده که دیم زن میگیره او خچه دم گناهگار می نیست می خدا بنده مثال که وقتی که هر شی یک نگاه کن شرونه نمیتونه او بگیم بس یک گناه میخورم هم تیسو میخوره برادرم میگه آدمی هست که دو زن میگیره سه زن میگیره گفته که بین همونا مقصد عدالت کرده نمیتونه آیا نه تانا مقصد باید گناهگار میشه نمیتونه مقصد در مرد آیت قرآن در 2 3 4 آمد است ولی اگر به شرطی که خداوند در آخری آیت میگه فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اگر شما به شرط خوف برین که در بین 2 3 4 عدالت کرده نمیتونید باید تشکیفاید لیکن مراد از عدالت برادران عزیز فقط در عدالت دوستداری نمیداره مثال آدمی هست که دویم زن میگیره
اینا در بین زنهاش پیامبر عایشه را دوست می‌داشت. گفتن کی را دوست می‌داشت؟ گفت عایشه را. اگرچه دیگه زنهاش هم در نکاحش بود. زیرا دوست داشتن در اختیار آدم خودش نیست. همین بین همون دو زن یا سه زن در یک تاشون دوست می‌داشت. این دوستداری از حساب برادر عزیز میگم او در اختیار تو نیست. او خودش ای همون حساب زن، خدمت زن، احترام زن پیدا میشه. برای این در عدالت پیش نمیدونه، لیکن در عدالت شب گذرانیشون میدونه. که شب در اینجا، شب در اونجا. بعد مسئله تامیناتی خوراکش، تامیناتی لباس، تامیناتی جای زیست. اینا باید رعایت شود. بعد دمی یک خونان در ممکنه دزن؟ نه. ممکنه نیست. یک خونه نیست. سه چهار کنگتا درات سه وانه. اگر با شرط علاهیده باشن و اجازه. علاهیده باشن. خیلی خدای مهربان باز هم میل محبت اونا بدیم زیاد کنه. یه بعضی مسئله و مسائل انشاءالله در اینجا گفته شید. برادرایی که سوال کردن خداوند بازم محبت و میلشون را زیاد کنه که سببی باز شنیدن چندین برادرها شید. خداوند عاقبتمون را بخیر، ایمانمون را به سلامت و الله مهربان همه ما و شما را در پناه رحمت قسمتش نگهبان.